تو ویدیو قبلی بهتون گفتم که اگر سگ خواست بهتون حمله کنه چه کاری باید انجام بدید. حالا تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که اگر سگ بهتون حمله کرد و گرفتتون چه کاری باید انجام بدید. اگر از جلو حمله کرده بود به کسی و شما پشتش بودید، نباید نه به بیضه‌هاش دست بزنید نه انگوش توی مقعدش کنید. باید از بغل گوش‌ها رو بگیرید و بکشید جوری که نتونه برگرده گادتون بگیره و نفر جلویی رو وقتی که سگ یه وقت خدای نکرد اینجوری دستتون تو دهنش بود، باید این انتهای دهنش دندون نداره، انتهای دهنش رو فشار بدید، به راحتی ول میکنه دستتون رو. قشنگ این ته رو نگاه کنید، اینجا دستتون رو میندازید اینجا، به راحتی ول میکنه دستتون. بخواب بنگ بنگ. آفرین. اگر هم تونستید سگ رو به این حالت بخوابونید، بهترین راهش اینه که دست رو اینجوری میذارید روی خرخره و راحت اون یکی دستتون رو ول میکنه. آفرین پسر خوشگل من، تو چقدر ماهی.